پالاتای حساب تاجیکستان سنجش اجرای یک طرح فاند گلوبالی از طرف کمیته جوانان ورزش و سیاحی را انجام داده خلاصش را به دادستانی کل ارسال کرده است. این اودید آخر سال 2015 به خاطر پیدا کردن جواب اینکه $116,000 گرانت یا کمک بلاعوض بنیاد گلوبالی به کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گذاشته شد آغاز یافته بود. همگی مبلغ 64,139 سومانی در کمیته جوانان تصدیق خود را یافت. دیگر مبلغ از جانب کارمندان پالات حساب تصدیق خود را نیافت. موضوع غیر هدفمندانه استفاده شدن مبلغ طرح بنیاد گلوبالی سال 2015 رسانه شد. آن وقت دفتر بازرسی کلی آمریکا بعد از یک تفتیش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان را به ساخته‌کاری در حسابات مالیوی و احتمال تقلب ادعا کرد. به گفته بازرسان از حساب بیشتر از $300,000 که بنیاد گلوبالی از طریق تقسیم کننده اساسی کمک ها برنامه رشد سازمان ملل متحد به کمیته جوانان داده است، در صرف $116,726 آن ساخته‌کاری صورت گرفته است. ولی اهدم عبدالله‌زاده رهبری کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان هنوز در نشست خبری قبلیش گفته بود پالات حساب کشور در این زمینه سنجش انجام داده مواد را به دادستانی کشور ارسال کرده است، ولی آنها خلاصه را نگرفتند. ما مکتوب مقامات پروکراتور رو انتظار هستیم دویر با نتیجه رسمی سنجشی گذرانده شده. در همین حال از نهاد دادستانی کل تاجیکستان حاضر نشدند نتیجه این تحقیق را در صحبت با رادیو آزادی شرح بدهند. بعد از افشای ساخته‌کاری کمیته جوانان ورزش و سیاحی به فهرست سیاه بنیاد گلوبالی شامل شد و دیگر حق گرفتن کمک از این بنیاد را ندارد. بنیاد گلوبالی برای مبارزه با بیماری سیل، ویچسپید و تبلرزه در کشورهای کمبزات جهان برنامه اجرا می‌کند و تاکنون به تاجیکستان $139 میلیون کمک کرده است. یک نهاد رسمی تاجیکستان برای استفاده بیش از $100,000 پول گرانت یا کمک بلاعوض این سازمان خارجی در حال اعلام شد که دوشنبه سالها باز در فهرست کشورهای فساد زده قرار دارد. شاخص بین‌المللی فساد در سراسر جهان نشان داده است که این ظهورات در تاجیکستان سال 2016 باز هم ریشه دوانیده است. بر اساس شاخص که سازمان شفافیت بین‌الملل ماه ینور نشر کرد، تاجیکستان در مقام 151 قرار گرفته است.